محمد علی آسوده هستم و میخوام در این جلسه آموزشی چگونگی نصب ویندوز 11 رو روی لپتاپ لنوو به صورت کاملا تخصصی اما ساده و روان خدمت شما عزیزان آموزش بدم. در حال حاضر ویندوزی که روی لپتاپ من نصبه ویندوز 10. از کجا اینو دارم میگم؟ میام رو آیکون دیسپیسی سمت راست موس کلیک میکنم، میام رو منوی آخر پروپرتیز، درست؟ میام پایین، اینجا داره به من میگه سیستم عامل شما نسخه ویندوز 10 پرو هست. اینجا دقت کنید، ویندوز 10 پرو هست، ورژن 22H2. چه تاریخی نصب شده؟ اینستالیشن آن 6/4/2024. اینو میبندمش. الان میخوام ویندوز 11 رو روی لپتاپم نصب کنم. آیا صرف این که من بگم میخوام ویندوز 11 رو روی لپتاپم نصب کنم کافیه؟ آیا دستگاه من امکاناتش، قطعاتش ویندوز 11 رو میتونه ساپورت بکنه؟ میتونه با ویندوز 11 خودشو هماهنگ بکنه؟ آیا درایورای اصلیشو همه میتونه تعریف بکنه، میشناسه؟ بذار توضیح بیشتری بدم. ببینید راه منوی دیسپیسی وقتی بیاییم سمت راست موس کلیک بکنم، میام رو قسمت منیج، اینجا کلیک میکنم، میام رو قسمت دیوایس منیجر. اینجا رو دقت کنید، این قسمت خیلی مهمه که شما هیچ علامت سوالی اینجا نباید داشته باشید. یعنی وقتی اینو باز میکنید نباید پنجره ازش باز شده باشه، منوی ازش باز شده باشه، یا این کنارش یه علامت مثلث یا علامت سوال هشدار زرد رنگ داشته باشه. باید تمام اینا نصب بشه. یعنی الان این قطعات سخت افزاری که روی لپتاپ من هست تمام درایوراش به صورت کاملا استاندارد نصب شده، درست؟ حالا من اگر بخوام لپتاپم الان ویندوز 10 روش نصبه، میخوام وقتی ویندوز 11 رو روش نصب میکنم همین حالت رو به من گزارش بده، آیا من میتونم فقط صرف این که اراده کردم ویندوز 11 رو نصب بکنم بیام شروع بکنم نصب کردن؟ آیا این اجازه رو من دارم یا نه؟ عزیزان من، شما این اطلاعات دقیقا تنها مرجعی که میتونه به شما اطلاعات درست بده فقط شرکت سازنده لپتاپ شماست. حالا میخواد این لپتاپ از هر شرکتی باشه. الان لپتاپ من که دارم روش آموزش میدم لنووه، مدل تینک پد T440P. حالا یا فرق نمیکنه لپتاپتون ایسوس، توشیباس، دل، HP، مایکروسافت یا مکبوک، هیچ مهم نیست. شما هر سیستم عاملی که میخواید روی دستگاهتون نصب کنید، تنها منبعی که میتونه به شما اطلاعات دقیق و درست بده و درایورهای فابریک هم در اختیارتون قرار بده فقط شرکت تولید کنندش و بس. اگر از جاهای دیگه شما این اطلاعات رو به دست بیارید قطعاً توش خطا داره، شک نکنید. این تجربه بیش از 3 دهه من تو کار کامپیوتر، چه نرم افزار و چه سخت افزار، من خیلی سیستم ها بستم تحویل مشتری دادم، خیلی لپتاپ خریدم تحویل مشتری دادم و به لطف خدا بدون استثنا تمام سیستم عاملایی که من طبق نیاز مشتریام تهیه کردم، چه دستگاه دسکتاپ و چه لپتاپ، تمامشون راضی بودن. اینو من نمیگم خودشون بعد از 6 ماه 1 سال، یا یه مشتری هم داشتم بعد از 5-6 سال یا 7-8 سال، یه مشتری داشتم که بعد از 9 سال اومدم به من گفتن که آیا آسوده این سیستم دسکتاپ یا لپتاپی که برای ما خریدی یا ویندوزی که روش برای ما نصب کردی تا الان داره مثل روز اولش کار میکنه، نه هنگ میکنه
منظورم گلف کردنه، در دستگاه گلف میکنه و اکثر برنامه‌های بروز رو دارین روش اجرا میکنه. حالا من همین تجربیات خودم رو صادقانه به شما عزیزان توضیح میدم و امیدوارم خوب به این مطالبی که خدمت شما میگم و به خصوص اون قسمتایی که حالا بهش میرسیم خیلی تأکید میکنم، دقت کنید، خیلی تأکید میکنم و چندین بار توضیح میدم، اونا رو خواهشم بیشتر دقت کنید تا بتونید همیشه ویندوزتون سرحال و شاداب بدون هیچ گونه نقصی به شما سرویس بده. پس ما الان میخوایم بریم وارد سایت لنوو بشیم، سریال لپتاپمو بهش بدم و ازش بخوام به من توضیح بده که آیا این لپتاپی که من دارم ویندوز 11 رو ساپورت میکنه یا نه. منظور از ساپورت چیه؟ یعنی این که وقتی من میرم وارد سایت لنوو میشم، برای خودم یه اکانت میسازم، یه حساب کاربری به صورت استاندارد ایجاد میکنم و بعدش میام سریال نامبر دستگاهمو وارد سایت لنوو میکنم، ثبتش میکنم، اونجا به من میگه که آیا آسوده این لپتاپ شما این نوع ویندوزها رو میتونی شما روش نصب بکنی. حالا این ویندوزهایی که میتونی روش نصب بکنی، من میام درایورهای اورجینالش هم در اختیارت قرار میدم. در نتیجه چی میشه؟ وقتی شما ویندوز اورجینال رو نصب بکنید، منظور از اورجینال چیه؟ یعنی میریم با هم وارد سایت مایکروسافت میشیم، ویندوز اورجینال 11 رو جدیدترین نسخه‌ش رو دانلود میکنیم، روی لپتاپ رو نصب میکنیم، درایورهاش هم سایت لنوو به ما میده. بعد از نصب ویندوز میان درایورهاش رو تک تک با هم نصب میکنیم. این میشه روال استاندارد نصب ویندوز روی تمام لپتاپ ها. برخلاف 80-90% همکارای ما متاسفانه به جایی که برن وارد سایت شرکت تولید کننده لپتاپ بشن و درایورهای اورجینالش رو دانلود بکنن، میان این CD آوتوران یا نرم افزاری که به صورت آنلاین نصب میکنن، میاد اتوماتیک میگرده درایوراشو برای شما دانلود میکنه و نصب میکنه و در کنارش هم کلی برنامه‌های اضافه نصب میکنه که اکثرش هم بعضیاش خودش ویروس سازه یا خودش هم ویروسه، سیستم عامل تو میریزه به هم. بله عزیز من، نمیصرفه برای همکار من که بیاد وقت بذاره یه روز بیاد بره تو سایت لنوو ثبت نام بکنه، تک تک فایل ها رو شاخه بندی بکنه، 120 تا 130 تا فایل رو دانلود بکنه، یکی یکی بیاد برای شما نصب بکنه. قطعا نمیصرفه براش. اگه بناس برای هر لپتاپی اینقدر وقت بذاره مرغوم به صرفه نیست. بله شما بیا هزینه رو بهش پرداخت کن. الان تو این تاریخی که من دارم این آموزش تهیه میکنم، من خودم بین 1.5 تا 2 میلیون میگیرم، یه ویندوز درست حسابی روی لپتاپ نصب میکنم، درایورهای فابریکشو از سایت اصلی تولید کننده دانلود میکنم. یعنی همین روالی که الان دارم تو آموزش به شما یاد میدم، میام یکی یکی اینا رو براش به صورت استاندارد و تخصصی نصب میکنم. بله یه روز 2 روز وقت منو میگیره. کسی بهاشو پرداخت بکنه براش انجام میدم. شما همین هزینه رو به همون فروشنده لپتاپ یا آقا من با این شرایط میخوام برام انجام بدید. معمولا چون یه خورده زمان بره و یه خورده کار تخصصی دقت میخواد، معمولا همکارا زیر بار نمیرن، میگن آقا وقتش نداریم خود برو انجام بده. هر کار تخصصی زمان میخواد، هزینه میطلبه، تخصص میخواد. امیدوارم تا اینجا شیوه آموزش دادن منو شما به دست آورده باشید. پس میریم با هم شروع میکنیم.